ابو سعدی خودی روایت میکنه که حدیث از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم از امتان میگه پیشین میگه یک مرد بود میگه 99 کسا میگه به قتل رسانید. حدیث صحیح است. 99 کسا. بعد میگه پشیمان شد، نزد یک راهب اومد، نزد یک عالم خریستیانی اومد، میگه گفت که من 99 آدم کشتم، آیا نجاتی راهی نجاش است؟ من اگر توبه کنم من خدا میبخشه؟ گفت که هرگز نمیبخشد. گفت بادا صد شود. گفت همون راهب میگه به قتل رسونید. 100 تا شد. بعد یک کسی پرسید، گفتن یگان عالم است، گفتن در فلان جا عالمی خداوند اسلام است نزد هویرا. آمد میگن نزد همه عالم اسلام از روی گناه شکایت. گفت من 100 آدم کشتم، آیا توبه کنم پشیمانش کنم و گردم خدا میبخشه؟ گفت که میبخشد. توبه کن. لیکن در فران گفتن دیار مسلمان ها زندگی میکنند همونجا کوچیده را. وقتی که میگد اون جوان لیبو چیزاش گرفت نیمی راه برد، میگد تقدیر قضای الهی، میگد عمرش با آخر رسید و حضرت جبرائیل میگد عزرائیل علیه السلام جانگیر جانش گرفت و وفات کرد. وقتی که وفات کرد میگد دو گروه فرشته میگد نزدش آمدن، یکی فرشته های رحمت و یکی فرشته های عذاب. در مابین کشماکشی ها شد. فرشته های رحمت گفتن که این خدا خواهد توبه به سوی توبه رفت، از گناهش پشیمان، اینا ما به جنت میبریم. فرشته عذاب میگفت نه، این 100 آدم کش باش خیلی جنت برود، اینا ما به دوزخ میبریم. الله سبحانه و تعالی با قدرتش میگه یک فرشته رو به صورت آدم میگه نزد وی گسیل کرد. گفت برو وی را حکم کن. اومد گفت چی گپ است؟ گفتن همین خلافی 99 100 آدم کشته است باش خیلی جنت میرود. این گفته است که فرشته گفتن آخین توبه به سوی توبه برد، صدا به سوی نیکان توبه کرد. نباشم گفتن همین جایی که وفات کرده است این طرفی خدا خواهد، یعنی به ایماندار هم کشید، این طرفی ایماندارا هم کشید. اگر کدام طرف نباشد همون طرف حکم میکنیم. وقتی که میگن دو طرف هم میکشن، یک وجه و طرفی چی؟ مسلمان ها گذشته است، الله سبحانه و تعالی بخشیدش. بینید چنان خدا داره ما شما. الله سبحانه و تعالی چی است؟ برای ما شما مهربان است. با شما باد صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید.